طبیب حاذق، کیمیاگری ورزیده، فیلسوفی برجسته و متفکری آزاداندیش تاجیک و فارس در سال 865 در شهر ری که در نزدیکی شهر تهران امروزه واقع است تولد شده است. او تحصیل علم را در زادگاهش میگیرد و بعداً برای تکمیل علم به مرکزهای علمی زمانش سفر میکند. زکریای رازی در یک مدت کوتاه زمان علمهای دقیق را از خود کرده عالمی کامل و دانشمند توانا و متخصص خوب ساحه طب می‌گردد. دانش خوب، تجربه مکمل و سواد کافی او بود که ابوبکر رازی در شهر ری و بعداً در بغداد همچون سرور بیمارستان فعالیت کرده است. زکریای رازی بعد سالهای زیاد در بیمارستان بغداد خدمت نمودن و صاحب تخصص طبیب مارستانی شدن به زادگاه شهر ری برمیگردد. او یک قسم عمرش را در ماوراءالنهر گذرانیده با دایره‌های علمی این کشور رابطه قوی داشته است. فیلسوف و طبیب مشکل کشا کیمیاگر معروف زکریای رازی در بین سال 320 هجری مطابق به 25 اکتبر سال 925 میلادی از عالم چشم پوشیده است. بعد 30 سالگی بعد آموزش علم کیمیا را خوب درک کردنش به بغداد می رود. در اکادمیای معمون بغداد به آموزش بابهای یا که علم طبیات سر میگذارد و در آنجا با یک قطار دستاوردهای علم آن دوره طبی یونان و روم و فارسی زبان ها شناس میگردد و بعد بازگشت به ری در پزشکخانه یا که در شفاخانه این شهرک همچون راهبر یا که سردکتر به کار شروع میکند. طبق گفته ها ابوبکر رازی در اول اصلا به زرگری مشغول بوده است ولی بعداً شغل را عوض نموده به علم رو می آورد و به کیمیا و طب و نجوم اندرمان می شود که در نتیجه آثار جهانگیری را تالیف می نماید. طبق اطلاع منبع‌ها زکریای رازی حدود بیش از 200 کتاب نوشته است. او نه تنها یک عالم توانا بلکه انسیکلوپدیست و فیلسوف معتبر و طبیب حاذق و بی‌نظیر هم شناخته شده است. فهرست اثرهای این عالم معلوم می‌گردد که زیاده از 300 اثر یا کتاب یا مقاله گفتارها درباره علم کیمیا و طب و فیزیکا و ریاضیات نوشته است و ابو ریحان بیرونی از آن یاد میکند که این مرد بزرگ در رشد علم کیمیا خیلی هم سهمگذار میگردد و دوام دهنده آن مکتب اولین کیمیاگران فارس و تاجیک که نام خود را در فهرست کتاب‌های آن زمان چاپ یا که ثبت میکند. از آن جمله در ساحه اگر گوییم که کیمیا یا که خیمیا زیاده از 22 اثر در بعضی سرچشمه‌ها آمده است که زیاده از 36 اثر علمی در ساحه علمی کیمیا ایجاد کرده است. در ساحه علمی طب که بعدتر به این ساحه میل و رغبت پیدا کرده وارد شده است، در این ساحه علمی طب زیاده از 56 اثر علمی ایجاد کرده است. بهترین اثرهایی که به علم کیمیا و طب انشا نموده است کتاب الاسرار است و کتاب سریل اسرار است که دو کتاب پی هم چاپ نموده است و این کتاب ها از تمامی کارکردهای علم کیمیا و علم طب برخوردار می باشد و در این کتاب هایش این عالم بزرگ راه های گذراندن ریاکسی های کیمیایی را برای مردم پیشنهاد میکند. دانش های کیمیایی خودش را برای معین نمودن ترکیب کیمیایی متال ها و فلزات هایی که در اون دور زمان بسیار مشهور بودند خودش را به این کار دست میگیرد. از این برمیآید که اثرهای با نفوذ محمد زکریای رازی در اطراف نه تنها آسیای میانه بلکه با اروپا و دیگر منطقه های جهان پهن یعنی که معرفی شده است. محمد زکریای رازی عالم انسیکلوپدیست برجسته، فیلسوف، طبیب، آموزگار، ریاضیدان، کیمیاگر و طبیعت شناس مشهور عصر 8 و 9 تاجیک و فارس
به حساب می رود. محمد زکریای روزی عنقریب بیش از 238 کتاب و رساله نوشته است. متاسفانه اکثریت آنها نیست و نابود گردیده و امروز فقط 30 جلد از آثار او باقی مانده است و خلاص که اکثریتشان به زبان عربی نگاشته شدند. کتاب های این عالم بزرگوار رو در اسپانیا، در ایتالیا، در آلمان، در انگلستان ترجمه کردند در عصر میانه و در عصر 14-15 برای اون مکتب های عالی که در این کشورها بنیاد میگردد، اون اونیورسیتات که اولین در بالونیا ایتالیا، در اسپانیا، در آلمان پیدا میشید، همه وقت از دستورهای علم طب و شیمیا از کتاب های زکریای روزی، از کتاب جابر ابن خیام، از کتاب های ابوعلی ابن سینا 200 300 تا 500 سال استفاده بردن. اساسا ما گفتیم دو آثار اساسی که تا به امروز باقی ماندگی است، یکی از اون کتاب الاسرار، دیگری کتاب سیر الاسرار. در بین اینها کتاب دومی نامبر کرده ما از جانب خود زکریای رازی گفته شده است که نسبت به کتاب اوله یعنی که کتاب الاسرار از جهت مضمون و محتوا بهتر است و از جانب حسن علی شیبانی در حجم 630 صفحه ترجمه شده است. شناسایی این عالمان و متفکران و جوانان خود به دانشگاه های خودمان و مکتب بچه های خودمان اوید این بزرگوارها اگر دستورها تهیه کنیم، اگر کتاب های آنها رو دسترس این جامعه و این عامه بگردانیم، برای آینده مردم ما سهمگذاری می شود برای جوانان رو در علم های طبیعت شناسی مایل رغبتشون زیاد کردن. زیرا به اساسگذاری علم های طبیعت شناسی به علم کیمیا، فیزیکا، شیمیا، استرونومیا، طب جامعه پیش نمی رود. اینا علم های هستند که جامعه رو بوی می گردانند. بویگری دولت از رشد نموی علم های طبیعت شناسی است. گفته می شود که محمد زکریای رازی در آوان جوانی مانند دیگر کیمیاگران از پی آرزوی یافتن اسکیر شده بود که به واسطه آن معدنها را به طلا برگردانند. ولیکن بعدتر از این عمل دست کشیده جلوی استعداد دانش را به سوی میدان علم طب، حکمت، ریاضیات، فلکیات برگردانیده است. ابوبکر رازی در ابتدای جوانی به علم کیمیا شغل ورزیده است و سپس شغل را عوض کرده پزشکی را پیشه گرفته است و این عوضنمایی شغل و کسب را برخی از محققان برای تأثیر موادهای کیمیایی به چشم و نور بینش او ربط می‌دانند. 22 اثر علمی در ساحه علم کیمیا، بعداً به اثر کتاب الاسرار می‌بیند، بعداً کتاب سیر الاسرار که از جانب محققان ورزیده نمیس مخصوصا یولیوس روسکو در سال 1937 با زبان نمیسی و این اثرهای علمی محمد زکریای رازی را دسترس نموده با زبان نمیسی در سال 1937 یعنی که ترجمه و با آن با فکرهای خود را بیان کرده است. محمد زکریای رازی کارهای انجام داده است که متال‌های قیمت‌بها، سنگ‌های قیمت‌بها رو ترکیب شیمیاییش رو معین کرده است. یعنی خاص کردن آنها را، تازه کردن آنها را راه‌هاش را از روی علم کیمیا پیگیری کرده است. محمد ابوبکر زکریای رازی ما در عصر 9 چی کارهایی را انجام داد، چی دستاوردهایی را برای علم شیمیا و علم طب پیدا کرد و نام خودش رو در این عرصه در این دوره جاوید ماند. زکریای رازی چون فیلسوف توانا شناخته می شود. افکار فلسفیش موضوعهای نازک و مهم را فرا می گیرد. عقیده های فلسفی ابوبکر رازی در زمان خود و حتی بعد او هم سر و صداهای گوناگون را به میان آورده است. اندیشه های فلسفی او را اکثریت انکار کرده و نظریات فلسفیش را زیر گمان و شبهه ها بردند. اما به اندیشه گروه طرفداران رازی و تحقیقاتچیان او نگاه فلسفی ابوبکر رازی خیلی روشنفکرانه و بی‌غرضانه بود. او اخلاق حمیده را تشویق میکرد. در قطار آن که
دید و نظر و اندیشه فلسفی خود را بیان می نمود، اما با اعتقاد و باورهای واقعی احترامی خاص داشت. ببینید که این عالم بزرگ اون 4 عنصر طبیعت را که آتش، خاک، هوا را هم طرفداری میکند، هم با این 4 عنصر فکرهای خودش را بیان میکند و با غیر از این میگه که ما با آفریدگارم باوری دارم. ابوبکر رازی که هم نظر او ایران شهری محسوب میافت، ذکر میکند که عالم از 5 جوهر آفریده شده است یا هست گشته است. این جوهرها را تشکیل میدهند زمان، مکان، هیولا، باری و نفس و کل دیگر موجودات عالم محض از همین 5 جوهر که به ذات خود مستقیم بودند آفریده شدند. اندیشه های فلسفی ابوبکر رازی اساساً در کتاب رساله فلسفی، طب روحانی و قاموس مسعودی انعکاس خود را یافته‌اند. اندیشه و نگاشته های فلسفیش خیلی نازکانه و کنجکاوانه و خردمندانه بود. او در اثر خود طب روحانی نقش عقل و خرد را در روند معرفت عالم چنین تصویر نموده است: هیچ چیزی در سودمندی بر ما برتر از خرد نیست. ما با یاری خرد بر 4 پایان ناگویا برتری یافته ایم تا بر آنان چیرگی می‌ورزیم. آنان را بر کار خود می‌گردانیم و به شیوه‌هایی که هم برای ما و هم برای آنها سود بخش است بر آنان فرمان روایی می‌کنیم. با یاری خرد به همه آنچه که ما را برتری می‌سازد و زندگی ما را شیرین و گوارا می‌کند دست می‌یابیم و به خواست و آرزوی خود می‌رسیم. با مدد عقل است که ساختن و به کار بردن کشتی ها را دریافتیم و به سرزمین های دور که به وسیله دریاها از یکدیگر جدا شدند می‌رسیم. پزشکی به همه سودهایی که برای تن ما دارد و تمام علوم دیگری به ما فایده بخش در پرتو خرد ما را حاصل شده است. با خرد امور غلیظ و چیزهایی را که از ما نهان و پوشیده بوده است دریافتیم. با یاری آن شکل زمین و آسمان عظمت آنها را دانسته ایم. خلاص خرد چیزی است که به آن حال ما همان حال 4 پایان، کودکان و دیوانگان خواهد بود و چیزی است که با یاری آن افعال عقلی خود را پیش از آن که در هوس آشکار شود تصور میکنیم و آنها را گوناگون در میابیم که گویا احساسشان کرده باشیم. سپس این صورتها را در افعال حس خود نمایان میکنیم و مطابقت آنها را با آنچه پیشتر صورتگری و تخیل کرده بودیم آشکار میکنیم. اخلاق انسانی را به شکل و گروه تقسیم کرده و فروتنی و شکست نفسی را افضلیت داده است. مسئله مهمی که این روز هم جامعه ما رو به طرف منفی میبرد این حسادت است. حسادت این یک دردی سختی است که در وجود انسان اگر جا گیرد الحذر که انسان از وی نجات یافتنش خیلی سخت است. برای همین محمد زکریا در نوبت اول مسئله حسادت گفته است که اگر انسان خودش رو اصلاح نکند، نفسش رو در زیر موته عقل و دلش نگیرد، اگر حسادت انسان رو به راههای بد میبرد و تمام بیماری های دیگر، خشم، غضب، شهوت، در زیر بخیلگی مثلا همینو جا میگیرد. در چه حسادت جامعه به کساد میرود. طب روحانی گفتیم وقتی که طب رو میگیم و 2 قسم تقسیم میکند و وظیفه رو مشخص مینماید، خصوصا همون جنبه طب روحانیش صرف اخلاق، فلسفه انسانگرایی رو انعکاس می‌دارد. اون وقت محمد زکریا رازی راههای پیشگیری کردن و راه از این حسادت نجات یافتن رو خیلی وقتی انسان باید زحمت زیاد بکشد روی نفسش، روی عقل خود. حسادت چی از بین میبرد؟ دانش، معرفت، ایمان کامل داشتن به خود و مطیع کردن نفس
در زیر سایه عقل و دل. اگر همین نباشد حسادت انسان رو خیلی ذلیل میکند. زکریای رازی در بابت طب زیاده از 60 اثر تالیف کرده است. مهمترین آنها کتاب الحاوی و کتاب الطب المنصوری یا القانون المنصوری که از 10 جلد عبارت است بوده تمام علم‌های طب عصر زکریای رازی را فرا گرفتند و به انکشاف من بعده علم مملکت‌های شرق تأثیری به نهایت کلان رسانیدند. این اثرها در عصر 12 به زبان لاتینی ترجمه شده در عرض چندین عصر برای طبیبان غرب دستور اولین درجه بودند. خدمت نظررس ابوبکر رازی اساساً در علم طب خصوصاً در علم جراحی از آن عبارت است که او اولین مرتبه از روده برای نو تولد شده رشته را استحصال میکند که آن را برای دوختن جای جراحی استفاده میبرند. با آن خاطر که آن روده برای نو تولد شده تیز به بدن موافق میآید و حل شده بیماری را تیزتر شفا میدهد. اگر در مورد اندیشه های ابوبکر رازی که در رساله طب روحانی درج یافتند اظهار نظر نماییم، می توانیم ذکر کرد که او طب را به دو قسم جدا میکند: طب روحانی و طب جسمانی. علی اصغری حلبی ابوبکر رازی را یکی از ستاره های درخشان علم طب نام برده میگوید پزشکی نبود، بقراط آن را به وجود آورد، مرده بود، جالینوس آن را زنده کرد، پراکنده بود، ابوبکر رازی آن را فراهم آورد، ناقص بود، ابن سینا آن را کامل کرد. زکریای رازی از نخستین طبیب‌هایی است که طب را به تجربه و عملیه پیوسته است. او این کار را با راه جاری کردن تاریخ بیماری که در طب امروز معمول است به انجام رسانیده است. کتاب الحاوی او حقیقتاً در زمینه چنین تاریخ‌های بیماری تالیف شده است. زکریای رازی در ساحه جراحی نیز چندین اختراعات و کشفیات دارد. او اولین بار اسباب‌های از حلق بیرون آوردن جسم‌های بیگانه را تصویر کرده پنبه یعنی پخته را برای بستن و زره را برای دوختن جراحت به کار برده است. زکریای رازی با وجود دانش عالی درجه‌اش عاید به همه واسطه‌های معالجه طرفدار آن بود که بیماری‌ها تا به حد امکان با دارو و واسطه عادی‌ترین علاج کرده شوند. او می گفت هرگاه طبیب موفق شود که بیماری‌ها را با غذا یعنی با پرهیز درمان کند پس به سعادت رسیده است. در شهر رای باری اول از جانب ابوبکر رازی لابراتوریا و درمانگاه تأسیس داده شد که در همان دوره همتا نداشت و هم آلات‌ها، هم تجهیزات‌ها و هم ماده‌های کیمیاوی پورا تجهیزانیده شدگی بودند و یکی از عالمان انگلیس زنگر گفتگی عالم میگوید که لابراتوری انگلیسی بعد از 1000 سال با آن لابراتوری که زکریای رازی استفاده می‌برد قریب که فرقیتی نداشت. یعنی که زکریای رازی آن لابراتوری که در عصر 9 و 10 تأسیس دادگی بود حتی 10 عصر خدمت شایان برای تمام مردم شرق و غرب کرد. علاوه بر محققان قبلی محمد زکریای رازی در طب دستاوردهای بی‌نظیر و جهانگیر و ماندگار را کرده است. از جمله روی کار آوردن محلول اسپیرت، سولفات و چندی از دیگر مهمات طب. علم کیمیا مفهوم الکل یعنی که اسپیرت امروز که به طور وسیع استفاده می‌برند الکل همین در علم کیمیا وارد کرده است. زکریای رازی شخصیتی است که در علم کیمیا اولین شده مفهوم گفتیم که پولویدن فیلتراسیا و مفهومی که در با طب علاقمند است تیار کردن کیسلوته سولفات، تیار کردن دیگر نمودهای مثلا پیوستگی های کیمیایی که برای گذراندن ریاکسیون کیمیایی ضرور است
محمد زکریا روزی توانسته است که سوانانو استفاده برد. باری اول از جانب ابوبکر روزی اصولهای فیلترانیدن، کالسیناسیا، تحشین کنی و مانند این نوع گوییم که اصولها در کیمیا وسیع استفاده برده شد. بینید که موادهایی که کیمیایی که در جریان ریاکسیون کیمیایی گذارنده می شود به پولویدن، به فیلتراسیا کردن مواد رو مثلا تازه به دست آوردن غیر امکان است و او قید کرده است که از کتاب ترکیب بعد باید به کتاب تدابیر گذشت که همین کتاب ها از روی خرونولوژی تاریخی پای در پای یعنی که مضمون خود رو همچون با یک زنجیر سربست یعنی که با یکدیگر یعنی که پیوسته معنی داد و محتوای علمی این کتاب ها بعد برای همون شاگردان و اون شخصایی که به واسطه برای تحقیق علم یعنی که شغل می‌ورزند معین و معلوم می‌گردد. محمد زکریای روزی در علم کیمیا و معدنشناسی و معدنگدازی سهمی باسزایی گذاشته است. مثلا در مسئله تقسیم کردن فلزات سهمی جاویدانه گذاشته است. راه و واسطه های از فلز ساختن اسباب ها را برای تجربه کیمیایی و آب کردن معدن ها را بیان داشته است. او در خصوص ساختن شیشه های گوناگون پیشنهادهای سودمند دارد. نمودهای بهترین آن شیشه بیرنگ جلوناک بوده با صفت خود به بلور مانند است. زکریای رازی باری اول در تاریخ کیمیا ماده ها را به 3 گروه تقسیم نماید. ماده ها را اساساً به 3 گروه اساسی جدا نمود. یکم این ماده های معدنی بودند، دوم نباتاتی، سوم حیواناتی. ماده های معدنی را نیز در نوبت خود به 6 گروه تقسیم نمود. ماده های نباتاتی و حیواناتی را باشد وابسته به این گروه ها یعنی گروه این پیوستگی های عضوی که باشند این ماده ها را نیز به 2 قسمت اساسی جدا نمود: ارواح و اجساد. ارواح برای چی ارواح گفت، برای چی اجساد گفت؟ یعنی که پیوستگی هایی که خاصیت بخار شوندگی دارند، خاصیت یعنی که مرد هستند، میده شوندگی دارند، یا اینکه این ماده ها خاصیت جاری شوندگی دارند. این گروه ماده ها را به گروه ارواح گوییم که تقسیم نمود. به گروه اجساد باشد یعنی به جسم های سخت ربط دارد که این پیوستگی ها به مانند یعنی که این الیمنت ها نقره، طلا، سرب، آهن، مس و آهن چینی می باشد. در ساحه علم معدن شناسی هم گویم که در قطار محمد زکریا رازی در قطار دیگر عالمان همون دوره و مانندی که با تقویت میدهد کار او را ابو ریحان بیرونی در ساحه معدن یعنی که مینرالوژیا بسیار سهمی با سزای خود را گذاشته است و اثرهای علمی هم دارد. محمد زکریای رازی راهی تازه‌کنی و حاصل کردن معدن را می‌دانست. او در آزمایشگاه خود میز، نقره، آهن، طلا، قلعگی حاصل می‌کرد. تحقیقاتچیان ساحه کیمیا محمد زکریای رازی را همچون کیمیادانی به همتا می‌شناسند. دانش‌های کیمیایی به او امکان دادند که آن ملکه‌های عملی را در صنعت داروسازی و طبابت بیماران استفاده نماید. اگر جابر ابن حیان در صنعت کیمیاگری یعنی کیمیای عملی سهمی باسزایی گذاشته باشد، زکریای رازی همچون شاگرد جابر ابن حیان نتیجه تجربه را ارزیابی کرده کوشش نموده است که آن را از نگاه نظری اساسناک کند. یکی از کوشش‌های مهمترین زکریای رازی تصنیف یا کوالیفیکاسیای ماده‌های گوناگون میباشد. کارکرد طلا، نقره، مس، سیماب و قلعگی را نیز در آزمایشگاه خود آن حاصل می‌نمود. بار اول از جانب همین زکریای رازی یعنی که عملگام خوله ها را حاصل کردن یعنی که آمیخته متال ها را حاصل نمودن سخن می رود. همین مفهوم دیستیلاسیا، مفهوم پولویدن، مفهوم فیلتراسیا، مفهوم چندین مراتبه گذراندن ریاکسیا رو از همون دوره محمد زکریای رازی باقی مانده است که او گشته و برگشته نسبت آنهایی که به ساحه علم کیمیا مشغول می شوند و تاکید کرده است که باید همین
зинаҳоро гузаронда шавад дар илм. дар омӯзиши сангҳо ва минералҳо низ саҳми Абубакри Розӣ бениҳоят зиёд мебошад. асосан сангҳоро ба 13 гурӯҳ тақсим намуд. аз байни онҳо гӯем ки ҳамун 13 гурӯҳ табақабандие ки кард, лоҷвард, санги фирӯза, гаҷ ба монанди ҳамин, яъне ки 13 гурӯҳ ба тақсим намуд ки дар ҳамон давра ин сангҳо як сангҳои маъмултарин буданд ва омӯхта мешуданд, яъне гурӯҳбандӣ карда шудагӣ аст. саҳми босазои Розӣ дар илми нуҷум ҳам бар аъло дида мешавад. ӯ ба нуҷум ҳам рӯ оварда осори ҷаҳонгире иншо кардааст. фазо ду намуд аст. фазо мешавад ки мутлақ абсолютни ва мешавад ки ҷузъӣ, яъне ки як макони муайяни майда. барои ҳаминам дар фазои мутлақ тамоми пайдоиши коинот, фазо ва вақтро ирсол кардаву фикронӣ кардааст ки будани замин ҳамчун як бурҷи осмон, ҳамчун як гӯшаи осмон, коинот мутлақ калон аст, як бурҷи хурди ӯ бигзор замин аст, ё як гӯшаи замин аст, ё як канори замин аст. ба мисли ки имрӯз дар ҷеография, дар география мо замина тақсим кардаем ба кишварҳо. дар он давра инҳоро бутун ҳисоб мекарданд ва заминро як гӯшаи кайҳон дар илми худашон маънидод мекарданд. оби дарёро агар натавон кашид, ҳам ба қадри ташнагӣ бояд чашид. яъне аз ин бармеояд ки он илме ки Муҳаммад Закариёи Розӣ таҳлилу тадқиқ кардааст ва аз худ ба ёдгор мондааст, барои ҷомеаи имрӯза яъне ки як баҳри беканор аст. воқеан Закариёи Розӣ ҳанӯз дар он замон вазнҳои қиёсии маводи гуногунро бо ёрии вазнҳои гидростатикӣ муайян менамуд. ӯ ба тарзи илмӣ тариқаҳои тоза кардан, софкунии моеъ, сурохкунӣ, амалгамасозӣ ва инчунин ҳангоми гарм кардан аз ҳолати ҷомидан ба ҳолати дигари агрегатии модда, яъне ба газ табдил ёфтанро хуб медонист. як қатор олимони дунё ба корҳои Муҳаммад Закариёи Розӣ баҳои баланд дода ӯро олим ва донишманди бузург, асосгузори илми кимиё шумориданд. абубакр Муҳаммад Закариёи Розӣ аксарияти илмҳои замонашро аз устодаш Ҷобир ибни Ҳайён гирифта худ саромад ва устоди бузурги ин риштаи илм гардидааст. тамоми дастовардҳои илмии Закариёи Розӣ, донишманди тоҷику форс, ба илми ғарб таъсири назаррас расонида, номи ӯро ба қатори саромадони тамаддуни башарӣ шомил гардонидааст.